سلام دوستای قشنگم، اومدیم امروز با هم دیگه یه ست پذیرایی شیک و قشنگ رو درست کنیم. پودر رو به اندازه‌ای که لازمه میریزیم، آب رو مرحله مرحله اضافه میکنیم. هم میزنیم تا به اون درجه دوغی مانند کار برسه. وقتی به حالت دوغی مانند رسید، آماده‌ای که توی کار بریزیم. حسابی هم بزنید تا اون ریزدونه ها قشنگ حل بشه. قالبی که مد نظرتونه رو برمی‌دارید. اگر قبلا استفاده کردین قبلش با یک دستمال نمناک دور تا دور کار رو تمیز کنید. بعد مواد رو بریزید روی کار تا حسابی روی کار رو بگیره. دقت داشته باشین تا لبه کار پر بشه که موقعی در آوردن از قالب اذیت نشید. تمام روی کار رو با پشت قاشق صاف میکنید تا یک دست و یک اندازه بشه. بعد از اون به چند ضربه به زمین میزنید. حبابگیری رو انجام میدین تا هیچ حبابی روی کار و زیر کار نباشه. اونو میتونید بذارید کنار 40 تا 30 دقیقه استراحت کنه. بعد از اون میتونید از قالب درش بیارید. حتی میتونید بیشتر از 2-3 روز هم بذارید. میریم برای دور طلایی کردن کار. از پودر طلا استفاده میکنیم و همچنین یه وارنیش. دقت داشته باشید میزان پودر طلا و وارنیشتون رو به اندازه بریزید. پودر طلا و وارنیش رو به خوبی هم میزنید و بعد با یه قلموی قشنگ شروع میکنید به دور طلایی کردن کار. همینجور که میبینید دور تا دور کار رو قشنگ طلایی میکنیم. هم از بیرون و هم از داخل کار باید بسیار مرتب و ظریف کار بشه. اگر جایی بیرون زد میتونید با سنباده نرم خیلی از کنارش آروم سنباده بکشید تا اون رده ها بره. میریم سراغ قالب بعدی. اون رو به آرومی از بغله ها میکشیم تا یکم هوا بره زیرش و به راحتی از توی قالب در بیاد. کار رو از قالب در میاریم و وسیله‌ای که از قبل داخل کار گذاشته بودیم و با فشار آروم درش میاریم تا وسط کار یه گودی برای پیچ داشته باشه و بعد اون رو سنباده کشی میکنیم.